من تعجب میکنم کسانی که خب اسم و رسم خودشون رو از انقلاب دارن. بعضی از این آقایون یک سیلی برای انقلاب نخوردن در دوران اختناق و طاغوت، خب به برکت انقلاب اسم و رسمی پیدا کردن، همه چیزشون از انقلابه. خب میبینید که دشمنان انقلاب چطور براق شدن، آماده شدن، صف کشیدن، خوشحالن، میخندن. اینا رو که میبینید خب به خود بیایید متوجه بشید. شما خب برادران سابق ما هستید، کسانی هستید که بعضی از اینها به خاطر امام یک وقتی مورد